و حاجی محمد رجب، آدمی بس مهربان خاکسار محمد رجب، بحر آبادی دیها بیقرار محمد رجب. چون که او مهری زیاد دارد و خلق ملتش دائما مهنت نماید بر دیار محمد رجب. بنگرید دهقانی اجداد خود را یاد کرد، روح بابا و همه اولاد خود را شاد کرد، با دعای نیک و پندهای نکوه والدین باغ حاصل خیز خوب بحر دیار آباد کرد. آب دریا را ز آبکش ها برآورد بر زمین، باوری کس نهاید با دو چشمی سر ببین. همچنان باغ نمود بنیاد چو گلزار ایران، میوه های شهبارش لذتش چون انگبین. یک طرف شمشادها و هم درختان قطار، یک طرف از باغ و بستان و نموی میسزار، یک طرف از ناک و شفتالو و بادام بهی، یک طرف از سنجد و زردالو و توت و انار. دو مکان آباد نمود این مرد خوبی نیک نام، هم کلیساش خانه و دیگر کوهی سای کلان. از چنین آبادی ها خرسند بگردید اهل ده، یادگار ماند زی او بر جمله خلق مردمان. قدقدی جویبار کوهی شاریده آبی زلال، در بری کوه می سرایند بلبل و کبک و هلال. خسته باشی تو اگر فارغ بگردی از همه، مثل آن که منظره دیدی تو در خواب و خیال. باغ را آباد نموده در مکان کوهسار، بود زردالو و ناک و سنجد و شفتالو زار. از درخت بر درخت چند نوع پیوندها نمود، این چنین مهنت زی او ماند به مردم یادگار. گر کسی مهمان شود محمد رجب دارد عزیز، روی خان سازد مهیا مغز و بادام مویز. طبع کس خوشحال گردد از تبسم های او، چند نمودی میوه ها و چند طعام های لذیذ. او به اذن کردگار کرد حج اکبر را ادا، گرچه چند روزه بشد از خلق محبوبش جدا. دور گشت بر عرفات و ثور و مسجد حرام، مکة الله و مدینه مزدلفه و مینا. نام این مردی نکو در دهر ماند جاویدان، خلق محبوبش ز این دهقان نیکش شادمان. با چنین مهنت به قلب خلق خود او جا گرفت، رحمت الله بهر او ایجاد نمود شعر روان. رحمت الله نعمت و آموزگار مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 40 دهه ارمتن ناحیه عینی.